تنهایی، داستان کوتاه اکرم عثمان، همان نویسنده بزرگترین رمان معروف افغانستان، رمان کوچه ما. علی که جوان بود، همدم و همداستان و محرم راز بیبی بود. آن وقتها هیچ کس جرأت نمی‌کرد روبرو و چشم به چشم بیبی بنشیند و یکی بگوید و یکی بشنود. اما علی اجازه داشت که آخر وقت گاهی که بیبی از نماز خفتن فارغ می‌شد و دعاهای برای دفع شر و رفع بلا از ملک و مالش به سوی در و دیوار خانه چفت می‌کرد، در بیخ گوش بیبی بنشیند و گرم گرم و نرم نرم خبرهای پشت پرده را که گل گل از حال عروسها و احوال دخترها و پسرای بیبی چیده بود به اطلاع برساند و نوازش ها ببیند. علی فردای آن شبها خود را مهمتر از همیشه میافت و غرور مطبوع دلش را شاد میکرد. چه بیبی به اعتبار گپهای او یکی را به گریه مینشاند، یکی را تلک و ترازو میکرد و یکی را هم برای مدت از نظر میانداخت. اما حالا که حافظه‌اش خراب و گوشهایش گران شده بودند، دیگر بیبی آن بیبی نبود. برج زهر مار بود که تا علی را میدید پیشانیش را ترش میکرد. گویی سرکه برات آورده است. آخرها چندین بار بیبی علی را برای خبرچینی و استراق سم پشت دروازه عروسهایش فرستاده بود. اما علی بجز پنگ پنگ و پس نامفهوم چیزی نشنیده بود و بیبی با هر خبری که از علی میپرسید بینیش را میچید و میگفتش: گم شو کفتار کرد. میفهمم تو دروغ میگی. گوشایت گل میخورده. تو دیگه به درد من نمیخوری. خانه ما خانقاه نیست دیگه که نان حلوای مفت تقسیم شوه. و علی سرفکنده و افسرده پیش این و آن میرفت و از بیبی شکوه میکرد، ولی هیچ کس رویش نمیداد و او را سزاوار چنین عاقبت و پیش آمده میدانست. علی میرفت پیش خدمه ها، لیکن آنها نیز بینیشان را با نوک چادرها میگرفتند، مثل این که غم و غصه علی بوی مرداری و تعفن دارد. با ناچار خودش را گم و گور می کرد و می رفت آخر باغ. آنجا که چند تا سپیدار و نسترن و یاسمن گرداگرد هم ایستاد بودند و شبها و روزها به نواهای یک جویک جاری و شفاف گوش می دادند. علی در پناه سپیدارها و بتها خود را می پوشاند تا کسی نبیندش. از آن چند تا فقط نارون را به خود نزدیکتر می دید. می پنداشت این درخت یک جا با خودش از قندهار به کابل سفر کرده و خود درد بیکسی، بیخانگی و دربدری را می داند. سالهایی که کودک بود همین درخت یا شبیه آن در سرایک خودشان کنار چاه آب قد برافراشته بود و با اهتزاز وزوز و ترنمش علی را فرا می خواند که گاه گاه بیاید و از زبان برگها قصه های شیرین جن و پری را بشنود. آن وقتها نام علی نبود، وزیر بیگم بود. علی را بیبی و آقایش و وزیر بیگم را پدر و مادرش با او چسبانده بودند و او با این دو نام نصف برابر شده بود. گویی قصاب با تبرچه دو قاشش کرده است. همگان می بردند او صرف علی بود، کسی که چلم می کشید، بوی تنباکو و عرق می دهد و با گاوها و رهروها می رسد و از بام تا شام سر کارش بارشقه و شبدر و طویله و خاکروبی و لباس چویی است. لیکن به فکر خودش او تنها علی نبود، وزیر بیگم هم بود. بانوی خیال یک وزیر، و آن خیال که مادرش در گهواره برای او پخته بود. از خدا میخواست که دخترش براستی بانوی بانوها و وزیر بیگم ببیند و وزیر بیگم شود. این دعا اجابت شد و وزیر بیگم را روزگار مثل سنگ فلاخن دور سرش چرخاند و آن سوی کوهها و پشتها پرتاب کرد. وقتی وزیر بیگم چشم گشود، دید که براستی در خانه یک وزیر افتاده است، اما نه به نام وزیر بیگم بلکه به نام علی. طرفه عاقبتی بود. دیگر به حیث علی سیرت یک وزیر دیو سیرت و دیو صورت لگت مال شد و شیره و شوره جوانیش خشکید و برباد رفت. کس و کوی وزیر او را انگشت شش یا پینه سر آستین می دانستند که به ناحق به آنها بخیه خورده بود. ولی بیبی خانه مادر وزیر او را اولها به حیث خاص نوکر و بعدها به حیث گاودوشش نگه داشت تا به مصرف نماند و نان مفت نخورد. ناگزیر هرگاهی که دنیا به گردنش حلقه می شد، خود را به آن خلوت کدم می رساند. لب جویک می نشست و به ترس از چیغ و نهیب بیبی بغزش را می ترکاند و چنان زار می زد که جویک و نسترن و نارونها و سپیدارها و یاسمنها به گریه می افتادند و با علی گردن به گردن
مویه می کردند. عده احساس خودی و گرما می کرد و می پنداشت که تنها نیست و در دنیا کسانی هستند که با او مهر می ورزند و نازش را می خرند. رفته رفته سبک می شد. احساس فراغت و رهایی می کرد و سرش را بر پای پهن سپیدار می گذاشت و با خواب عمیق فرو می رفت. وقتی بیدار می شد می دید که از آدم ها دورتر به درخت ها و گیاه ها قریب تر شده است. بدین گونه ماها بعد به کلی از انسان ها گذشت و به اصل اولش برگشت. به اصلی که با زبان هزاران برگ، هزاران ساق، هزاران شاخ و هزاران ریشه یک جنگل بزرگ و پر همهمه و ناپیدا کرانه عدی را به سوی خود می کشاند و ندا می دادند. تو نیز یک درخت هستی، ما همه قوم و قریه هستیم. از آن پس نجواهای عدی با درختها زمان زده همگان شد و شایعه هزیان گویش عام گشت. بیبی برای اینکه عدی از درختها ببرد، گاو شیری را هم تلک گردنش کرد. همان گاو خوشخط و خال و سیاه را که پیشانی فراخ سفیدش و چشمهای میشی و کشدار داشت. اولها گاو از عدی و عدی از گاو چندان خوشش نمی آمد. اما آهسته آهسته عدی حس کرد که گاو گرمای بیشتری دارد. خور می زند، نفس می کشد، ناز می کند و بانگ برمی آورد. عدی گاو را با محبت می دوشید. برایش 2 قاب درست می کرد. آخورش را با شبدر و رشقه و درشته پر می نمود و زیر پایش را به دقت می رفت و نمی گذاشت که خوابگاه آن همدم تازه آغشته با کثافات باشد. گاوک به تدریج با پرستارش خو کرد تا عدی کنارش می نشست فش می کرد و زبان دراز و چسبناکش را بر دستها و گونه های عدی می مالید. عدی بازوها را بر گردن گاو حلقه می کرد و سر و رویش را بوسه باران می نمود. حس می کرد که گاو نیز نسبت قدیمی دارد. از همین سبب نامش را ماه پیشانی گذاشت. همان نامی که در جوانی هنگام بارداری و امیدواری برای دخترش نگه داشته بود. اما دریغ که دخترش سقط شد و مرده به دنیا آمد. اکنون این نام درست به گاوک می آمد. چه پیشانیش مثل مهتاب شب 14 فراخ و شیری رنگ بود. شبها تا ماه پیشانی نمی خوابید، عدی کنارش بیدار می نشست و رنج شب زنده‌داری را با نشه و دود چلم برطرف می کرد. در هر پاس شب هرگاهی که ماه پیشانی بانگ میزد، عدی بیدرنگ بیدار میشد و جواب میداد. این آمدم دلبند مادر. سپس کشان کشان خود را به دردانه دلبندش میرساند و با محبت صدایش میزد. بمره مادرت که دیر کرد. چی میخوایی؟ گشنه هستی یا تشنه؟ ماه پیشانی با خورخور و جنباندن سر و سم میفهماند که گشنه است. میفهمم گشنه را خو نمیبره. نیم شکم هستی؟ بخو بچیم که سیر شوی. بعد از آن هر دو کنار هم به خواب می رفتند. در نیمه های تابستان آن سال از بخت بعد ماه پیشانی بیمار شد و بر لبهای مقبولش دانه های درشت تبخال پرخ زد. عدی ناخوشی را جدی نگرفت و گمان برد که سستی و بیحالی ماه پیشانی از خاطر هوای نایل و نامطبوع است. ولی روز تا روز متوجه شد که ماه پیشانی کاهلتر و لاغرتر می شود و از مستی و نشاط می ماند. هوش سرش کوچ کرد و دست به تومار و دعا و درمان برد. اما هیچ کدام پیشرفت مرض را جلو نگرفت و ماه پیشانی مثل خرمنی از گوشت در یک پهلو میلمید و کمتر نوازش های عدی را پاسخ میداد. عدی گیج و درمانده کنار بستر بیمار می نشست و سر سنگین و تب آلودش را بر سر زانو می گذاشت و مادرانه و غمگینانه زار می زد و پیشانی ماه پیشانی را دربند می کرد. شب در گرمای تب ماه پیشانی عدی نیز در تف تب سوزان می سوخت و هسیان می گفت. می پنداشت عزیز دلش تشنه است و او در جستجوی آب به گدایی برآمده، اما هیچ کس دل نمی سوزاند و در تشت تفتیده اش قطره نمی ریزد. عدی دست به دامان ابرها می برد تا هرچه زودتر به گستره آسمان غبارآلود پهن شوند و با رگبارهای سیل آسا زمین و زمان را سیراب سازند. اما ابرهای سطروان نیز با خیره سری از جا تکان نمیخورند و عذر و نیاز عدی را ناشنیده میگیرند. عدی ماه نیمه شب را به شفاعت میخواهد تا ابرها را بر سر رحم بیاورد، ولی قرص ماه هم به تفاوت و سرد از شاخه بلند سپیدار دهن کج میکند و عدی را رشخند مینماید. عدی ناگزیر کنار ماه پیشانی می نشیند و مادرانه سر و گردن و پشت و پهلویش را غرق بوسه می کند و وعده می دهد که بزودی باران می بارد و تشنگی جگرگوشه اش را می شکند. سپس خواب و بیدار رگبارهای باران را می بیند
که از گریبانش راه کشیده و حلق خشکیده مادر و دختر را ترک کرده است. لیکن نهیب به هنگام بیبی از ارسی او را به دنیای واقعی برمیگرداند. بیبی خشمگین میپرسد: او سرکل دیوانه، چی پر میگی؟ گنگه شو که مرا در خو نمیمانی. عده با ترس و لرز جواب میدهد: بیبی جان، ماه پیشانی ناجور است. بیبی میپرسد: او کیست؟ عده جواب میدهد. گواکه میگم. بیبی جواب میدهد: گاو سرت بخوره، گنگه شو اگر گمت میکنم. عده نفس در سینه حبس میکند، اما تا الله صبح بیدار میماند. آخر امر ماه پیشانی میچرکد و میخشکد و خبر به گوش بیبی میرسد. او اول نیت میکند که گاو را در نخست نقد کند، اما چون عید قربان نزدیک میباشد با خود میاندیشد که بهتر است حیوان را نذر آخرتش کند و به مکافات اخروی برسد. خبر به گوش عده میرسد و جابجا نقش از زمین میشود. وقتی به خود میآید پاهای بیبی را میگیرد که این کار را نکند و بیبی با پیشبوتی دورش میکند و داد میزند: گم شو زنکی احمق، خیچی را قربانی کنم تو را؟ و عده از ته دل فریاد میزند: مرا! بیبی میخندد و میگوید: تو از گاو لاغرتر هستی، به قربانی نمیارزی. روز عید ملازمان بیبی با رسمان و کارد گاوکوشی و ساتور و تبرچه پوست از تن ماه پیشانی میکنند و عده بر خاک میغلطد و از هوش میرود. وقتی به خود میآید قطعه های بریده بدن خودش را در دیگ بزرگی مییابد که با بازوهای چوبین خودش شاخ و پنجه همان نارون ناز و رسا میسوزد.